تا حالا برات پیش اومده که مچ پات هی پیچ بخوره یا همیشه حس کنی که ضعیفه؟ شاید فقط یه مسئله جسمی نباشه، شاید احساسی باشه. مچ پاها مربوط به حمایت و حرکت رو به جلو در زندگی هن. وقتی از تغییر میترسی، حس بی‌پناهی داری یا در شک و تردید گیر کردی، این احساس ها میتونن توی مچ پاهات ذخیره بشن. برای همین درد یا ناپایداری مچ پا همیشه به خاطر یه پیچ‌خوردگی قدیمی نیست. گاهی سیستم عصبی بدن عملاً اون ناحیه رو قفل میکنه تا ازت محافظت کنه، چون در عمق وجودت احساس امنیت برای قدم برداشتن رو به جلو نداری و وقتی این احساس سنگین مدت‌ها بمونه ممکنه باعث سفتی، ناپایداری یا تنش مزمن بشه. میتونی بکشیش، یخ بذاری یا بری فیزیوتراپی، ولی اگه اون احساس‌های گیر افتاده هنوز آزاد نشدن، درد دوباره برمیگرده. تمرین‌های ملایم برای حرکت مچ پا، تنفس‌های شکمی و حمایت از سیستم عصبی میتونن کمک کنن. پس اگه احساس میکنی مچ پاهات دارن جلوی حرکتت رو میگیرن، شاید مشکل اصلاً توی مفصل نباشه.